عرض ادب. خیلی از بچه‌ها میپرسن که من یه دوره‌ای رفتم راجع به سئو دیدم، ارتباط نتونستم بگیرم، اصلا نمیدونم چیه، چی کار باید بکنم و چجوری برم جلو، اصلا سئو رو هم یاد نگرفتم. گفتم بیام تو این ویدیو بهتون بگم که بهترین راه یادگیری سئو چی هستش و واقعا از صمیم قلبم دارم اینو بهتون راست میگم. سوای حالا محتوای زردی که تو این هیته و تمام هیتا وجود داره، میخوام بهترین راه سئو رو بهتون یاد بدم. ببین دوست من، سعی میکنم کوتاه بگم که کامل مطلب رو برداشت بکنی. واقعا بهترین راه یادگیری سئو اینه که شکست بخوری. یعنی چی؟ یعنی که شما حتی اگه سئو رو بلد نباشی، اگر بری یه دونه وبلاگ پیدا کنی، یه دونه وبلاگ مثل بلاگ فا، مثل چه میدونم فارسی بلاگ یا هر چیز دیگه، شروع کنی اون چیزی که فقط میدونی ازش، اینکه خب من میدونم سایت ها وبلاگ دارن، محتوا تولید میکنن، فقط اگر شروع کنی توی اون وبلاگ محتوا بذاری، کم کمک تو مسیرش بیفتی، میتونی کامل سئو آن پیج رو یاد بگیری. بعد یه نیازی توتون ایجاد میشه که خب اوکی، این آن پیج، آف پیج رو چیکار کنم؟ اصلا آف پیج چی هست؟ بعدا مواجه میشی با همچین داستانی. چرا اون وبلاگ با اینکه مطلبش زیاد خوب نیست، زیاد باحال نیست، چرا از من بالاتره؟ کم کمک به گوشتون میخوره افرادی که سایت دارن سئو انجام میدن. کم کمک کانکشن ایجاد میشه با اون افراد و ازشون میپرسید که چیکار دارن میکنن. کم کمک شما به این فکر میافتید که بری یه سایت بزنید، تازه میفهمی هاست و دامین چیه. میری تو یوتیوب سرچ میکنی آموزش طراحی سایت با وردپرس به صورت رایگان، یه سری چیزا از اون برداشت میکنی، بعد میای پیاده میکنی، بعد شکست میخوری، سایتت افتضاح میشه، با این اوصاف سعی میکنی مطلب داخلش بذاری. بعد از تمام این پروسه ها یه دونه مطلب لوله پلی-اتیلن چیست میاد صفحه 2 گوگل، لینک 13-14، اونجا تازه متوجه میشی سئو چیه. خیلی از شما 100 قدم از منی که 7-8 سال پیش شروع کردم جلوتری. چرا؟ چون من اومدم توی سئو مثل اینکه شنا بلد نباشی بپری توی رودخونه. اصلا نمیدونستیم لینک چیه، بک لینک چیه، اصلا سئو نمیدونستیم واقعا چیه. فقط میدونستیم یه چیزی به اسم سئو وجود داره و باید تولید محتوا انجام بدیم. و جالبیش اینجاست، من برای شرکتی کار میکردم که پروژه سئو داشتن میگرفتن، یعنی من پروژه زیر دستم بود. اینقدر انجام دادیم نشد، مشتری تحت فشار قرار داد، یه سریا پولمون رو خوردن، یه سریا وعده دادن که اگه بیاد بالا پولای آنچنانی بهتون میدیم، ندادن رفتن و اینجوری شد که الان سایت میاد زیر دست من، تو یه نگاه متوجه میشم ایرادش کجاست، چی کار بکنه به نفعشه. توی مشاوره ها هم دارم میگم. اما شمایی که الان دارید وقت میذارید برای آموزش، دقیقاً 100 قدم از چیزی که من شروع کردم جلوتر هستید. دیگه حداقل میدونید لینک دادن چه شکلیه، میدونید سئو آن پیج چیه، میدونید چجوری باید مطلب بذارید، حتی میدونید پیلار کلاسر چیه. من توی دوره رایگانم، تو همین کانال یوتیوب خودم، همه اینا رو دارم بهتون میگم. الان دوره‌ای نیستش که شما بگید آقا من آموزش دیدم ارتباط نگرفتم یا اصلا نمیدونم چی به چیه. این موضوع برمیگرده به اینکه شما آیا علاقه داری به این شغل یا صرفا به خاطر پولش اومدی. چون اگر بی‌حوصله شروع بکنید و صرفا بخواید به خاطر پولش بیاد وسط، مطمئن باشید راه به جایی نمیبرید. چون سئو پر از بحران ها، پر از چالش ها، پر از افت و خیز ها هستش که اگر حوصله‌اش رو نداشته باشی، علاقه‌مند نباشی که بخوای این چالش ها رو حل بکنی، مطمئن باش اصلا نمیتونی وارد این شغل بشی و پیشرفت بکنی. پس اگر صرفا هدفت پوله و به خاطر پول وارد این شغل شدی، همین الان از این شغل برو بیرون. اما نه، اگر واقعا علاقه‌مند هستی و نتیجه نمیگیری، مطمئن باش فعلا یه مقدار زوده که بتونیم مشرف بشی به پروژه ها، بدونی که دقیقاً تو هر پروژه باید چیکار بکنی. پس تنها چیزی که من دارم براتون، یعنی میتونم بهتون بگم، بهترین راه آموزش دیدن سئو شکست خوردنه. اینه که شما بری کلی مطلب تولید کنی، تازه بفهمی با استفاده از AI وقتی شما مطلب تولید میکنید. توی ویدیو جدیدم هم آموزش تولید محتوا هم گفتم، مثل گردوی پوک از دور خوشگله، به نظر میاد شما هر روز داری یه محتوا برای سایت تولید میکنی ولی کلیک نمیگیره، گوگل ایمپرشن خاصی بهش نمیده. رتبه رو نگاه نکن، نمیدونم چه اتفاقی داره توی گوگل میفته، ولی ایمپرشن بهش نمیده. کلی مطلب تولید کنی تو حوزه‌های مختلف که ببینی آها داستان AI اینه و کسی هم نمیدونه. بچه‌ها توی این مسیر تنها هستید.
شاید افرادی مثل من که حالا دارن با این چالش‌ها برخورد میکنن به صورت رایگان بیان این چیزا رو به شما بگم و الا هر کدوم از اینا رو بخواید برید تجربه کنید باید پولای هنگفت بدید. پس اگر پروژه‌ای داری و نمیتونی از پسش بر بیای، حس میکنی آموزش هم دیدی ولی بازم نمیتونی سئو بکنی، تنها راهش اینه که سئو بکنی. خیلی مسخره است ولی تنها راهش اینه که با هر ابزاری که داری. آقا من فکر میکنم که برای سئو کردن این سایت باید یه سری مطلب تولید کنم. اب نداره، به در و دیوار بزن. سایت تاکسی آنلاین داری راجع به اقتصاد صحبت میکنی، اب نداره، این مطالب رو بعدا میتونی ریدایرکت کنی، ولی چیزی که به عنوان تجربه برات میمونه خیلی ارزشمنده. از اونجای راه به بعد تازه میفهمی که باید چیکار کنی. و بچه‌ها من خودم دوره رایگان دارم توی یوتیوبم، توی همین کانال. بهتون قول میدم آموزش ها اگر که پای کار نباشید و انجام ندید، پولتون رو همینجوری فرض کنید این پول بریزید تو جوب، به هیچ دردی نمیخوره. پس تویی که اون مؤلفه علاقه رو نداری، حوصله رو نداری، الان میخوای بری دوره فلانی و اینو اونو بخری، بهت قول میدم این کارو نکن. هزینه‌تو نگه دار، برو یه دونه مکمل بخر برای خودت، برو روی چیز دیگه سرمایه گذاری کن، پولتو بده غذا بخر ولی روی این سرمایه گذاری نکن. چون الکی پول پکیج میدی بعداً اثرات روانیش هم روت میمونه. چرا فلان قد پول دادم به فلان پکیج آموزشی، هیچ استفاده‌ای هم ازش نگیرم، عجب آدم بی‌عرضه‌ای ام. بچه‌ها بریزید دور این قضیه ها رو، خسته شدیم از این فرسایش ذهنی. من دارم لپ کلامو بهت میگم، علاقه اگر داری بیا واردش بشو، آموزش هم ببین، ولی بدون این دوتا فاکتور نباشن هم هیچ فرقی نمیکنه. ولی بدون فقط فاکتور اول که علاقه است مهمه. آموزش ببینی نبینی هیچ فرقی نمیکنه، بالاخره یه کاری میکنی کارت در بیاد، بالاخره به بحرانا میخوری مجبوری که حلش بکنی و این یعنی سئو. این سئو رو بهت یاد میده. و سلام، من حمید امیدی هستم، مخلصم.